به برخی پالوهای ضد و نقیض پرونده جاسوسی هنرپیشه توجیک شریف جان تلوزوده توجه کرده است. فسبی روسیه تلوزوده را به جاسوسی برای اوکراین عیبدار میکند و دادگاه نویه لیفورتو شهر مسکو او را تا دوم دکبر سال 2023 به حبس گرفته است. دادگاه این پرونده را در یک مرافعه پشت درهای بسته محاکمه کرد، نام مناسب پوره گمان برشونده را نشر نکرد و او را تنها شهروند خارجی تلوزوده نام برد. ولی خبرگزاری روسی تاس خبر داد که نفر با عین نام مناسب روز 20 سپتامبر سال 2023 در حدود یک منطقه بسته در ولایت مسکو دستگیر شده است. دادگاه شهر ادینسوو او را برای ورود به منطقه ممنوع بر اساس قسم 3 ماده 18 کودکس قانونشکنی‌های ماموری روسیه 5000 روبل جریمه بسته حکم اخراجش از روسیه را صادر کرده است و تا روز دیپورتاسیون تلوزوده را به بازداشتگاه مهاجران در شهر ایگوروفسکی ولایت مسکو فرستاده است. اما بعد چند بجای دیپورتاسیون فسب به ضد شریف جان تلوزوده با اتهام جاسوسی پرونده جنایتی گشوده است. BBC می نویسد که در سامانه دادگاه شهر ادینسوو پرونده را پیدا کرد که در آن نام مناسب متهم به جاسوسی پوره آورده شده است. شریف جان تلوزوده در قرار دادگاه گفته شده است که تلوزوده گناه خود را اعتراف کرد. طبق قرار دادگاه او به روسیه برای کار آمده بود و در منطقه بسته بدون اجازه مخصوص قرار داشت. الکی بعد حبس تلوزوده معلوم شد که او هنوز در میانه های ماه سپتامبر بر رسانه ها ویدیو فرستاده در آن گفته است که در یک مشقگاه حربی مشق کرده ایستاده است و مجبور است که به جنگ برود چون که علاج دیگر ندارد. تلوزوده در این نوار شرح نداده است که چرا مجبور است که به جنگ برود. تلگرام کانال دادگاه شهر مسکو قبلا خبر داد که دادگاه نویه لیفورتو و روز 2 اکتبر سال 2023 در یک جلسه پشت درهای بسته مسئله انتخاب چاره پیشگیری نسبت به یک شهروند تاجیکستان را بر اساس ماده 275 کودکس جنایتی روسیه به جاسوسی عیبدار می شود بررسی کرده و او را به مدت تا 2 ماه یعنی تا 2 دکبر به حبس پیشکی گرفت. خدمات مطبوعات دادگاه پایتخت روسیه تفصیلات دیگر نداد ولی رسانه های روسیه خبر دادند که این نفر شریف جان تلوزوده نام دارد. اولین شده خبر با اتهام جاسوسی برای اوکراین دستگیر شدن تلوزوده را نشریه به مقامات قدرتی روسیه نزدیک مش نشر کرد. این نشریه نوشت یک جاسوس زاده تاجیکستان را در مسکو بازداشت و الکی حبس کردند. او به طور منتظم به خدمات امنیتی اوکراین درباره مکان جایگیرشوی شبکه‌های دفاع ضد هوایی در اطراف پایتخت روسیه معلومات می‌فرستاد. بنا به اطلاع ما شریف جان تلوزوده را در حدود یک قسم حربی مخفی دستگیر کردند. اول گمان کردند که او مردکار است و راهش را گم کرده است ولی معلوم شد که او عکس می‌گرفت و به خارج می‌فرستاد. سنجش نشان داد که او مستقیما با اسبیو رابطه داشت. به این مهاجر برای جاسوسی تا 20 سال زندان تهدید می‌کند. من تاجیک هستم، من دیگر ملت نیستم. دیگر راه نداشتم، من به همین راه به دست زدم. یگان کس به دادم نمیرسد.